نقش منفور آقا طوری بازی کنی که لذت ببری. من یه سوال بپرسم، اینا چرا سمندون ساختن اون سالا برای بچه‌ها؟ من نمیدونم سمندون شاید مال دوره‌ای بود که ما ندیدیم. شما نه، من یعنی اواخر دوران تینیجی آره ما دیگه ندیدیم. لعنتشون همه شب داری گرفته بودن. چرا برای کودک باید همچین چیزی بسازن؟ رشته فنی رو تموم کردی، بله الکترونیک خوندی، تموم شد، بعد بله. رفتی سراغ سینما. بله فوق لیسانس. آره من لیسانس الکترونیک گرفتم و رفتم خدمت و برگشتم. تو دوره خدمتم من خیلی کار در واقع خیلی کار آموزشی انجام دادم، یعنی آموزش دیدم. دوره بازیگری رو خدمت استاد شهرستانی گذراندم، میکائیل شهرستانی. خیلی دوره بسیار بسیار عجیب و غریبی برای من بود. خیلی یادم میاد محمد رضا برای من تعریف کرده بود که واسه تست داده بودی و دقیقاً. آره خدمت آقای شهرستانی رسیدیم و تست دادیم. بعد اون دوره خیلی به هر حال ایشون معروف به شاه تئاتر ایران در زمینه بازیگری، انقدر که مونولوگ‌های قوی اجرا کرده بود و نقش‌های چندگانه. من پیششون تست دادم و خیلی جالب بود. کار من دید و خیلی معصومانه، 22 سالم بود، معصومانه نگاهم کرد و تو بیا ترم 2 و خب برای مهم بود دیگه، چون برای بذات مالی ما اونقدر نبود که بتونیم شهریار رو بدیم. این یه ترم هم بعد جالب ارگم رو فروختم اون سال و شهریه کلاس بازیگری رو دادم. به هر حال دوره خوبی بود. همون دوره فیلمسازی رو یاد گرفتم خدمت یه سری از اساتید. یه فیلمی هم یادم میاد که بله. اون دوره ساختی. بله آبی آسمانی. آره که توی دهاتای اطراف دقیقاً بابل بود. بر تجربه تو اون دوره تجربیات من تازه شروع میشد. آره این دغدغه هنوز باهات هست کامبیز؟ من یادم میاد که یه چیزی راجع به شفا گرفتن و اینا بود. فیلم درسته؟ آره باور داشتن یا ایمان داشتن یا همچین چیزی بود. ببین آره هست، نباید گفت نیست. من هیچ وقت قطعا چیزی رو نمیگم، ولی به هر حال پوست میندازیم. آره ما پوست میندازیم. اون شاید مثلا یک رویکرد عرفانی تو اون در واقع نیمه اول اون دهه داشتم، بعد جاشو با یه چیزی که عوض کرد تو دهه 20 زندگی. آره در واقع میشه 23-4 سالگیم. به هر حال دوستانی داشتیم که توی این سبک و سیاق بودن و ما خیلی تحت تاثیرشون بودیم. اونا بزرگسال‌تر بودن و حتی اون دوران برای من خیلی جذابه فکر کردم به اونها و تأثیراتی که از اون دوران گرفتم و حتی تأثیراتی که از هر دوره‌ای میگیرم. من خیلی معتقدم که من از هنرجوام حتی یاد میگیرم. اونا یه چیزی یهو زیر جلکی میگن، بعد من سریع جذبش میکنم. اینا خیلی مهمه. این هوشمندی رو ما باید داشته باشیم که جذب کنیم. حالا من یه چیزی یادم اومد بگم اینجا، اون پارک توی فرهنگشهر اصلا خیلی فضای جیم جارموشی داشت. خیلی بچه‌ای که میمدن تو اون پارک، حالا من چند تاشون میستادم، حالا یک مثلا مهدی و اینا که رفتن سراغ موزیک و آرش هاشمی، محمد رضا که پیانو خیلی گستاگی بود. خیلی عجیب بود، یعنی اصلا از ژانر دراگ باز عجیب غریب بود تو پارک تا دقیقاً هنری و فلسفی، بحث فلسفی یه طرف پارک بود، یه طرف پارک راجع به عرفان صحبت می‌کردن. ولی این چیزام بهتون بگم، حالا اگه بچه‌ها گوش بدن خیلی جالبه، شاید به خنده‌شون بگیره، ولی با تمام ادعاهایی که ما داشتیم اونجا برای خودمون هممون گندلات بودیم، یه 2-3 نفر از محلات اطراف میومدن همه شکلات میشدن. بعد کلا محله ما کتک خور محله دیگه بود، یعنی اونا از هر جا رونده مونده بودن کتک می‌خوردن توی محله برای اینکه جبران کنن و یا نفسشون فربه بشه، میومدن بچه‌ها فرهنگشهر کتک می‌زدن میرفتن. آره فقط در هم حد، چون اکثرا بچه فرهنگی بودن. آره و اینکه در عین حال که سعی می‌کردن همه چی رو تجربه کنن، باز یه زیرلایه فرهنگی داشتن. دقیقاً. باز هم میشستن در مورد فیلم صحبت می‌کردن، باز هم میشستن حتی وقتی در مورد فوتبال صحبت می‌کردن فنی‌تر و تحلیلی‌تر با هم دیگه بحث می‌کردن.
و بودن انواع و اقسام بچه‌ها بودن تو اون دوره. اون یک کانون پرورش فکری هم اونجا تو فرهنگشهر بود ولی خیلی تاثیر نداشت. یعنی خیلی ایزوله بود از فضای فرهنگشهر. خیلی روایت رسمی کلا همیشه انقدر فاصله داشت با روایت واقعی. بله. مثلا تو دوره ما که اینجوری بود دیگه، ما روایت رسمی که وجود داشت تو مدرسه با روایت عمومی که ما زندگی می‌کردیم بعد از مدرسه خیلی با هم فاصله داشت. ولی چیزی که من می‌خواستم حالا بپرسم راجبش، چون من یه تجربه مشابهی مثل تو دارم که دیگه بعد از اینکه رشته مهندسی رو تموم کردم رفتم سراغ این که چیزی که دوست دارم بخونم، حالا رفتم نوازندگی خوندم. تو هم رفتی سراغ سینما. سورپرایز نشدی؟ من چون فضای دانشکده فنی انقدر خیلی سنگین و درس خوندن و خیلی با جدیت بود، بعد یهویی میری وارد فضای رشته هنری میشه میبینی که چقدر دانشگاه میتونه جای جالبی باشه. برای من اینطور بود. تجربه تو راجع به دانشگاه چطور بود وقتی وارد دانشگاه شدی؟ بگم که من چرا اصلا این انقطاع ایجاد شد. من خب بعد از این که تو تهران اتفاقات خیلی خوب برام افتاد، دوره خدمت سربازیم و اصلا قصد نداشتم که بیام برگردم به شهرستان و فکر میکردم دارم اون هسته‌های خیلی خوب رو اونجا دارم میچینم و چینش خیلی خوبی علاوه این که بتونم اونجا بمونم و کار هنری بکنم. به هر حال یه سری اتفاقاتی به خصوص یک بیماری برای من پیش اومد. یه 5-6 ماه واقعا مشکل ریوی پیدا کردم و مجبور شدم برگردم بابل و اومدن من به بابل همانا و به هر حال کارمند شدن من اینجا خیلی تاثیر داشت. یعنی این که چیزی که بیشتر منو حفظ کرد اینجا یه کارمند شدنم بود و نهایتاً هم ازدواج. خیلی هم اتفاقی ظاهرا افتاد، خیلی دنبالش نبود. نه خیلی دنبالش نبودم. حتی من یادم از پدرم به زور من آقا امروز امتحان مخابرات برو امتحان، من نمیخوام فلان، واقعا نمیخواستم امتحان بدم، واقعا به زور بیدارم کرد. یعنی این کاری که پدرم اون روز با من کرد من هنوز نتونستم با بچه‌م انجام بدم که بتونم به زور بیدارش کنم ببرم جا. واقعا یعنی تو قانع کردن، چون به هر حال معلم جامعه شناسی بود، تو قانع کردن خیلی قوی بود. بعد دیگه من لباس پوشیدم و رفتم به هر حال امتحان دادم و قبول شدم. حالا بماند این قبولی. میخوام بگم یک رکودی ایجاد شد 2-3 سال تو زندگی هنری من. تو همون دورم ازدواج کردی؟ آره، من دست به هر کاری زدم. من حتی واسه کتاب فروشی باز کردم. مثلا بعد خانومم میشست لوازم تحریر نوشت افزار رو بردیم کار میکردیم 1 سال 2 سال. یکم فاصله گرفتم. بعد این بچه‌هایی که دورا دور من میشناختم، چون قبلش کار تئاتر کرده بودیم و منو میشناختن، بماند که من این که در مورد عروسی میگید، من یعنی امشب عروسیم بود، فردا شب اول اجرام بود نمایش. معسل من 15 شب اجرا بود. خب اینا خیلی تاثیر داره دیگه، روحیات به هر حال خانواده تاثیر میذاره. میخوام بگم موندن من اینجا باعث شد که من یه رکود ایجاد شد و هم از تحصیل هم دور افتادم. امتحان ارشدم رو من خیلی عجیب غریب بود. یا مثلا نمیدونم چیزی دیدم، یه اطلاعاتی دیدم یه جایی، بعد گفتم یه ثبت نام کنم، اداره پست رفتم ثبت نام کردم. بعد تو نمی‌رسم امتحانم کیه. بعد با یه سری اطلاعات فهمیدم که 2 هفته دیگه امتحانه. چیکار کنم؟ بعد شروع کردم کتاب تاریخ سینمای هنری رو باز کردم، چند تا تاریخ سینما رو هی بالا پایینش کردم، از این کتاب کنکوریای تاریخ هنر گرفتم. 3 استاد بود 4 استاد بود نمیدونم اسمش چی بود. بعد شروع کردم به خوندن اون و خب رفتم ارشد دیدم من چقدر بلدم، میزدم اینا رو. چون هیچ چیز رو خوندن کسب نکرده بودم، همش بک‌گراند هایی بود که من داشتم از قبل از گذشته. و داوطلبانه رفته بودی سراغشون. آره به هر حال حداقل 6-7 سال گذشته بود از گرفتن مدرکم و اینکه 32 سالم سنم بود. دانشگاه که رفتم، بعد چون به هر حال دولتی بود، سراسری بود، آزاد نبود که مثلا پنجشنبه جمعه ها کلاس باشه. از شنبه تا چهارشنبه برام کلاس گذاشته بودن و من اداره هم بودم. اینا رو با هم دیگه من اصلا نمیشه سنکرون کرد. اون روز برای خانمم زنگ زدم، بهش گفتم اینطوریه، من نمیخوام ثبت نام کنم، نمیشه، اصلا امکان وجود نداره من این دوره رو بگذرونم و دارم برمیگردم. رو پله جلوی دانشکده سینما تئاتر خیابون ورزنده نشسته بودم و خانمم پشت تلفن گفت حالا ثبت نام بکن، یه چیزی میشه. گفتم چی میشه؟ من که نمیتونم کلاس رو بیام. بعد با مدیر گروه هم صحبت کردم، یک آدم بد اخلاق آقای شهاب الدین عادل بود که
خیلی انسان بسیار فریخته بودن و آدم بسیار علمی بودن. اون روز خیلی با تشر با من یعنی چی میشه شما اصلا همه چیزو باید بذاری کنار بیا دانشگاه من میشه آدم دانشگاه فهم. شما اومدیم بیرون بعد اون روز به حرف خانم رفتم ثبت نام کردم دانشگاه و خیلی جالبه یهو دری به تخته خورد اصلا شرایط شیفتی من عوض شد. یعنی من میتونستم در هفته 2 روز فقط تو اداره باشم 2 تا 24 ساعت میتونستم کاملا همون تایم یهو عوض شد. تو 1 سال من یهو فیلد کارم عوض شد. ما دانشگاهم رفتیم و بسیار برای من صرفه داشت. دوستان بسیار خوبی پیدا که اساتید بسیار خوبی رو که الان کم فکر کنم تو دانشگاه این اساتید باشم مثل دکتر احمد العسی مثل دکتر محمد شهبا مثل شهاب‌الدین عادل آدمی بودن که واقعا اطلاعات خیلی خوبی بود. یعنی ما اونجا فهمیدیم که سینما غلط سینما درسته و حتی تلفظ کردن این کلمه به من کمک کرد. فیلم های خیلی خوبی اون دوره دیدم با فیلم های خیلی خوبی آشنا شدم و یه دوره خیلی جوست و خیلی خوب برام بود و کلا عوض شدم. یعنی من از یک هنرمند خیلی خیلی لوکال تبدیل شدم به یه هنرمندی که الان میتونه با حتی دوستان بسیار پایتختیش هم بتونه از لحاظ علمی رقابت کنه چون به ما یاد دادن چطور سراغ مباحث هنری و علمی بریم. کاری که تو دوره اول دانشگاه تو نوشیروانی این کار با ما نکرد و اتفاق خیلی خوبی بود. پشیمونم نیستم از اینکه به هر حال رفتم و واقعا هم دوست داشتم ادامه بدم ولی دیگه یکم تنبلی کردم. یعنی ما تو سینما دکترا داریم یا باید پژوهش هنرش فلسفه هنر؟ پژوهش هنر زیر مجموعه دکتراست ولی خب بچه‌ها میتونن برن تو کشور خارجی دکتراشون بگن. اینجا حتما باید پژوهش هنر زیر مجموعه در واقع فلسفه هنر هم میتونیم بخونیم دیگه. فلسفه هنر نه فقط پژوهش هنری که در زمینه سینما شما میتونی مثلا یک انشعابی رو در واقع اونجا چیز کنی پیدا. از فعالیت الانتون می‌خواستم بگین. آره الان خواهش می‌کنم. ببینید من الان فقط تئاتر کار می‌کنم به دلیل اینکه خب من خیلی سینما رو دوست دارم. سینما جزو در واقع به نوعی میشه گفت نیازمندی های من. حتی خیلی فیلم همیشه میگم سینما اگر نبود من عاشق نمیشدم. سینما من عاشق کرد، عاشق هنر کرد، نه تئاتر. ولی به هر حال برای فیلم سازی شما نیاز به امکاناتی داری. یعنی من فیلم کوتاه 7-8 تا فیلم کوتاه ساختم همیشه با امکانات کم، با پول کم، با علاوه اقتصادی خیلی ضعیف. خب الان دیگه نمیتونم دیگه اون تجربیات رو مرور کنم. اونها هیچ کدوم فیلم‌های خوبی نبودند. در صددم که شرایط جغرافیاییم رو یه جوری به هر حال ربط بدم به کار سینماییم چون برای کار سینمایی کردن واقعا تو شهرستان بودن حالا به خصوص شهرستانایی که تو شمال هستن خیلی کار سختیه بدون هیچ امکاناتی. چرا دارم تئاتر کار میکنم؟ به دلیلی که اینجا اولا اینکه خب تئاتر بخشی از زیست من شده، بخشی از وجود من شده، بخشی از عشق من شده و دو اینکه تئاتر کار کردن اینجا نه راحت است ولی امکان این که در این جغرافیای محدود بتونی تئاتر کار کنی بیشتر است. ولی اگر به من این انتخابو میدادن که باید حوزه فیلم و سینما بشم یا تئاتر و اجرا، سینما رو بیشک سینما رو انتخاب میکردم چون سینما رو دوست دارم و دوست دارم درش تجربیات خیلی خوبی رو کسب کنم و فکر میکنم سینما رو بیشتر از تئاتر بلدم. کما اینکه سینما رو یه جوری آوردم تو حوزه تئاتر تو کار خودم. یعنی کار منو خیلی‌ها میبینم اینا زبون خودت چیکار داری میکنه؟ اما بخاطر اینکه من سینما رو آوردم تو تئاتر چون سینما رو دوست دارم. بپرس. آره سوال من این بود که خب این مسیری که اومدین خب خیلی سختی‌ها داشته قطعاً. حالا از همین که تو این مسیر خیلی از خانواده‌ها مشکل دارن با همین موضوع که اصلا بری بازیگر بشی. من خودم این تجربه رو داشتم. یکم از این سختی‌ها برامون بگو و اینکه اصلا کسایی که میخوان تازه وارد شن هنرجوهاتون چی بهشون میگی؟ چجوری راهنماییشون میکنیم؟ از سختی‌های این مسیر چجوری براشون توضیح میدیم؟ عرضم حضورتون که به هر حال هر کاری سختی داره. خیلی میگن بازیگری بعد از کارگر معدن سخت‌ترین شغله. من این حرفا رو خیلی نمیپذیرم. خیلی در واقع مقایسه مع الفارقه، اصلا نمیشه مقایسه کرد. ببینید بازیگری تلخی هایی دارد، شیرینی هایی هم دارد. من گذشته تلخ در زمینه کار خودم رو خیلی یادم نمیاد، فقط خاطرات خوبش برام مونده.
ولی همین که احساس میکنم به هر حال کاری که دوست داشتم رو تونستم دنبال کنم، حتی کمینش برای من جذابه، حس خوبی دارم. بله کار سختی است. هنرجوی من که میان تو کلاس اولین چیزی که بهشون میگم تخیلات و توهمات نسبت به این کار رو، حتی نمیگم رویاها، بذارید کنار. من میخوام نقش سیندرلا رو بازی کنم، من میخوام نقش هملت رو بازی کنم، بذارید کنار. مهم این است که تو بتوانی در یک جایگاهی قرار بگیری که کارگردان از تو دعوت کند و تو بتوانی نقشی بگیری و آن نقش را به نحو احسن اجرا کنی، نه چه نقشی بگیری. یعنی دنبال این نباشید که چه نقشی بگیریم، یه نقش بهتر بگیریم، نقش محبوب تری بگیریم، نقشی که اگر من بازی کنم تماشاگرم خیلی خوشش میاد و خیلی منو دوست خواهد داشت. نه، خیلی از نقش‌ها هست که باید بازی کنه و تماشاگر تو رو دوست نداشته باشد و تو باید طبیعت بازیگری رو در وهله اول درک کنی. طبیعت بازیگری این است که تو یک فیزیک داری، یک صدایی داری، یک در واقع درجه حساسیت روحی داری. باید آنها رو اول بپذیری، زشتی‌های خودت رو بپذیری، نگی من چقدر زیبام. ببینید مثلا تو تئاتر ما چیزی به نام زشت و زیبا نداریم. چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه آدم برای اینکه بتونه بازیگر بشه؟ ببینید فیزیک اصلا مهم نیست، صدا اصلا مهم نیست. مثلا شما صدای ساوند آف گاد داشته باشی، صدای دانای کل داشته باشی، صدای باستار داشته، نه این به درد گویندگی و اینا میخوره. اوکی، به درد اجرا میخوره، به درد موجیگری میخوره، ولی بازیگر به تعداد آدم‌های روی کل زمین باید ما آدم‌هایی داشته باشیم که شبیه اون آدم باشه، یه بازیگرانی داشته باشیم که شبیه اون آدمه باشه. ما تو بازیگری قد کوتاه می‌خوایم، قد بلند می‌خوایم، سبز رو می‌خوایم، سفید رو می‌خوایم، چش درشت می‌خوایم، چش بادومی می‌خوایم، چه می‌دونم همه جور می‌خوایم. همه اینها میتونن بیان تو بازی. حتی ما یه فیلمی ساخته شد چند سال پیش به نام کودا، نمیدونم دیدید کودا رو؟ 3-4 تا بازیگرش اصلا مشکل ناشنوان. ببینید سینما چقدر داره کار میکنه، بازیگری چقدر جلو رفته، چقدر رشد کرده، علاوه فکری خیلی متمدن شده بازیگری. این نیست که اینطوری نبود قطعاً. حالا ما تو هنوز مملکت ما جا نیفتاد. میخوام بگم اون علم کاستینگ دیزاینینگ اصلا جا نیفتاده. کاستینگ دیزاینرها هنوز حرفه‌ای نیستن تو مملکت ما. ولی اولین چیزی که بهشون میگم اینه که اینا رو بذارید کنار، تلاش کنید نقش بگیرید، به خصوص در وهله اول. هی نرید بگید آقا متن بده من بخونم اگر خوشم اومد. نه، کار کنید تا میتونید کار کنید. تلاش تلاش تلاش، تکرار تکرار تکرار. به بچه‌ها میگم هیچ راه میانبری وجود نداره. برای بازیگر شدن اصلا میانبر نداری. یه مسیری هست باید برید. سال اول، سال دوم، سال سوم شما بازیگر نمیشید. حتی که 10 تا نمایش هم کار کرده باشید تو بازیگر نمیشید. بازیگری زمان میخواد. نیاز به زمان داره. باید اون میزان تحمل و صبوری تو بازیگری بالا ببری. اگر بتونی صبور باشی، اگر بتونی تو یک تایم در واقع یک ددلاین خیلی مستمری بتونی کارتو درست انجام بدی، نتایج خوبی خواهی گرفت. اصلا به ریلیشن و نمیدونم ارتباط و پارتی و اینا، هیچ کارگردانی به خاطر آشنا و دوست و پارتی کار خودش خراب نمیکنه. همه دنبال بازیگر خوب. شک نکنید اگر به اون سطحی برسید که یک بازیگر خوب بشید، یه بازیگر که نقشه خودشو بلده، فهمیده چه نقشه‌ای رو باید بازی کنه، قطعاً جذب میشید و قطعاً کارگردان از شما استقبال میکنه. این چیزیه که خیلی مهمه و بهشون میگم به بچه‌ها که وارد این حوزه میشن. و این که در مورد سختی کار قطعاً زیاد باشون صحبت میکنم، به خصوص این که من همیشه کلاسام با نرمش شروع میشه. یعنی حداقل یه نیم ساعت 45 دقیقه نرمش بگم. نرمش هم روتینه، همون کاری که تو پارک انجام میدن. این کار ما باید انجام بدیم. چون اگر انجام ندیم، آنچه که ما از بدنمان انتظار داریم به ما پاسخ نمیدهد. به قول آقای استانیسلافسکی میگه احساس و تمام برون ریزی های عاطفی برای بازیگر از طریق یک بدن سالم اتفاق میفته.
اگر تو بدن سالمی نداشته باشی احساس رو هم نمیتونی نمایش بدی. و احساس چیزی نیست که من بشینم و بگم احساس خودش ساخته بشه. نه، احساس نیاز به محرک های بیرونی دارد. من فیزیکم و بدنم رو باید یه طوری بار بیارم که بتونه به این محرک ها پاسخ بده. اگر نتونه این کارو بکنه قطعا تو بازیگری یه پام از 2 تا پا میلنگ، تک پا، و اصلا خوب نیست. استعداد، ببینید استعداد، باز هم میگم خیلی اگه بگم استعداد خیلی تبعیض قائل شدم بین آدم ها. به نظر من ببینید مثل استعداد مثل چی میتونه باشه؟ مثل اینی که مثلا محسن قلی‌پور عزیز مثلا میگه یه شاگرد من با 2 ساعت تمرین کردن به اون مقصد آموزشی من میرسه، یکی با 4 ساعت. ولی این دلیل نمیشه که من انگیزه و اراده خودم رو تحت شعاع این داستان قرار بدم. یعنی اصلا چیزی به نظر من به عنوان استعدادیابی در شروع آموزش هنری وجود نداره. یعنی اصلا به نظر من یک بحث کاملا حالا مارکتیه. آره خیلی مارکتیه. باید اون انگیزه رو ایجاد کن. باید هنرجو انگیزه تمرین کردن به خصوص در محیط بیرون. ما تو فضای خودمون مگه چقدر هستین هنرجو 4 ساعت هست با وراجایی که من معلم دارم میکنم شاید اون تایم خیلی کمتر هم بشود، ولی باید بره و برای خودش روتین تمرین تعریف کنه. اگر این روتین رو تعریف کرد و در واقع خیلی خودش رو تونست تو مسیر این روتین قرار بده، به نظر من همه آدم موفق میشن. یعنی حتما هم نیاز نیست یک بازیگر جوست مثلا باکس آفیس عجیب و غریب، نه میتونه یه بازیگری باشه توی جغرافیای کوچیک مثل بابل، مثل قائمشهر، مثل شهرهای کوچیک‌تر کار بازیگری کنه و راضی باشه. دقیقاً مثل دنبال وسعت جغرافیایی نباشه. یعنی همه میتونن. این چیزیه که بعد از مدت‌ها و زمانی که باید یک هنرجو طی کنه بهش خواهد رسید که خیلی براش اون جغرافیا دیگه براش مهم نیست، اصل عمل براش مهم. این چقدر جالب این چیزی که گفتی. من فکر میکنم یه اتفاقی که میفته واقعا شرط سنیمون این میده. شاید هم مثلا من و شما مثلا 10-20 زندگیمون حالا تو رفته بود دنبال تئاتر، من دنبال موسیقی، فکر میکردم باید برم الان حتما سوپر استار شم. احتمالاً تو هم فکر میکردی جغرافیای بزرگی باید بشناسن. ولی الان فکر میکنم که من به عنوان معلم تو شهرستان حالم خیلی خوبه. اون تأثیری که میخواستم و دارم میذارم، اون کاری که دوست دارم انجام بدم و دارم انجام میدم. یعنی حالا با همه فراز و نشیباش من فکر میکنم این من تو سر این مسئله چقدر اشتراک فکری داریم. وقتی صحبت میکنم انگار من دارم صحبت میکنم، وقتی میشنوم میگی از ذهنت. و این خیلی برای من جای خوشحالیه که اگه ما بتونیم اینو به شاگردامون یاد بدیم که آقا قرار نیست همتون سوپر استار شین و تو وقتی موزیک کار میکنی، حالا کار هنری میکنی، تئاتر کار میکنی، 20 نفر 100 نفر میان میشینن میبینن تو اون کاری که باید بکنی داری انجام میدی. ولی اتفاق بزرگی ممکنه بیفته. شروع راه نباید یه رویای بزرگی باشه که به سمتش حرکت بکنن. یعنی مثلا از اول طرف بگه حالا من میخوام بیام. این که اصلا امکان نداره تو شروع میگم. رویاشو یعنی نداشته باشه. دیدگاه درسته کاملا. واسه شروع ببین من واقعیتش اینه که من مثلا من راجع به خودم بگم، حالا از کامبیزم میخوام که اینجا من راجع به خودم بگم، من اصلا رفتم گیتار کلاسیک انتخاب کردم و میدونستم که خب سوپر استار قرار نیست بشم دیگه. نهایتا 40 نفر میان میشینن گوش میدن. انتخاب من اصلا با فرایند سوپر استار شدن اصلا یعنی واقعا هیچ اون رویا رو نداشتیم مثلا یه نه واقعا نداشتم حداقل نصفش باشه. نه واقعا. ببین من الان مثلا تو میدونی من مثلا یه کار دیگه هم تجربه کردم، دارم تو بند پاپ هم دارم کار میکنم. الان یه پیشنهاد دیگه هم دارم، میخوام با یه بند دیگه هم کار کنم. دوست دارم اون فضا رو هم تجربه کنم، ولی میدونم که مثلا من الان دیگه مثلا اسلش که نمیشم دیگه. مثلا قرار نیست به همه شبکه‌های موسیقی دنیا من نشون بدم، حالا با یه تیپ اونجوری هم بزنم و از جایی که هستم راضیم. من خودم تو شروع فکر می‌کردم یه روز جان ویلیامز میشه. بعد الان فهمیدم که واقعا شدنی نیست. ولی احساس من نیاز بود که من اینو من عرض کردم خدمتتون همه با این رویا میان. و حرفی هم که من جلسه اول میزنم اصلا قرار نیست که تو رویاهای کسی تاثیر بذاره.
آروم آروم ما تو یک جلسه نمیتونیم به هنرجو بگیم حتما تو این کارو بکن. نه اون باید بیاد مسیر خودش تجربه کنه. ولی برای همین گفتم زمانمند، یعنی به اون جهان بینی برسه، به اون دیدگاه درست تو کارش برسه و قطعا اون دیدگاه وقتی شکل میگیره دیگه اون تنش‌های درونی کمتر میشه اگر ادامه بدهد، اگر مستمر باشه. حالا ویژگی هست که بگی آقا مثلا این ویژگی رو داری تو هنرپیشه نمیشی، چه این چیزی هست؟ الان نمیتونم بگم این رو. یعنی با توجه به این مثالی که براتون زدم من حتی میگم شاید کسی که تکلم هم ندارد میتوند وارد یه حوزه دیگه ای از نمایش بشود. مثلا بره تئاتر فیزیکال، چون الان دوره‌ایه که خیلی بحث تئاتر فیزیکال و تئاتر جسمانی خیلی بابه و اتفاقا هم داره کار قشنگی انجام میده، چه تو دنیا و ما حالا به هر حال تقلید میکنیم در ایران هم همینطور. یا اینکه ضعف جسمانی دارد به هر حال. حالا ما یه سری کارگردانا داشتیم که دنبال این تیپ بازیگران که یه ضعفی داشته باشه، یه لنگشی تو بدنش داشته باشه. اگر بازیگر بپذیرد، من همیشه جلسه اول به بچه‌ها این رو میگم، یه کاغذ بهشون میدم، یه آچار، بعد بهشون میگم که این سمت آچار هر چیزی که در مورد خودت تو آینه میبینی، خوشگلیات و زیباییات و صفات خوبت رو، هم بحث فیزیکال هم بحث منتالش، این ورش خوشگلیات رو بنویس، اون ورش صادقانه هر چی که در مورد خودت فکر می‌کنی زشته بنویس. دماغم کجه، چشم نمیدونم یه دونه یکی کوچیک‌تره. یعنی قدم اول پذیرش حقیقت خودت. اگر من بپذیرم اون وقت با بازیگری کنار میام و اون رویا میره کنار که من حتما باید سیندرلا بشم. نه، من میتونم آناستازیا رو بازی کنم، نقش اون خواهر ناتنیاش که بنده خدا. ببینید تو سینمای شما، تو سینمای امریکا شما ببینید تو همین سریال های مثل واکینگ دد و اینا خیلی نقش زامبیا رو دارن بازی میکنن، با عشق هم بازی میکنن. حالا سینمای هند هم همیشه مثال میذارم، میگم تو سینمای هند همیشه 2-3 تا بازیگر تاپ هم، ولی 200 نفر پشتشون دارن میرقصن. اونا همشون بازیگر میخواستن بشن، ولی پذیرفتم من تو این وضعیت بهترم و این پذیرشه کمک میکنه من از کارم لذت ببرم. توی خود گیم آف ترونز همین اونی که کوتوله بود، آره چقدر خوب بود، خیلی بازیگر خوبه هالیوود الان، خیلی بازیگر. حالا ببین اون که داره الان نقش مثبت بازی میکنه. خیلی از نقشا بودن که واقعا آدم مثلا اون رمزیه مثلا واقعا آدم ازش بعدش، ولی من بعد از اینکه تو اون سریال کشته شد من رفتم تو پیج اینستاگرامش بگردم این کی چقدر خوبه، چقدر موفق بود، تونست این نقش منفی رو یه طوری بازی کنه که من لذت ببرم. من یه سوال بپرسم، اینا چرا سمندون ساختن اون سال برای بچه‌ها؟ من نمیدونم. سمندون شاید مال دوره‌ای بود که ما ندیدیم. شما نه، من یعنی اواخر دوران تینیجی من، ولی ما دیگه ندیدیم. لعنت بهشون، همه شب دراری گرفته بودن تو اون دوره. چرا برای کودک باید همچین چیزی بسازن؟ ببین دوره ما بود این چیزا. من دوره ما یه کارتونی بود به اسم مانفی. کارتون مانفی یه کار اروپایی بود. یه فیلی بود، بچه فیلی بود که به هر حال فیل‌های بزرگ و ببین همه این فیل‌ها ترسناک بودن. بعد یه جادوگری داشت با دماغ عقابی جارو، بعد خیلی حرکتاش یه جوری بود انیمیشنه، من همیشه میترسیدم و واقعا ترس بخشی از زیست ما بود. یا خود رنگ، ما خب تلویزیون سیاه‌سفید داشتیم دیگه، سینما رنگ رو میدیدیم، خون رو تو سینما میدیدیم میترسیدیم، ولی تأثیر میذاشت رو ما. تا حالا شده یه سکانسی از یه فیلمی خیلی تحت تأثیر قرار داده باشه اصلا وای فکر فرو بری اون سکانس رو؟ خیلی نمیدونم، یه دونه شو، واقعا یه دونه شو به ذهنم نمیرسه. ولی ببینید مثلا نمیدونم، مثلا اگر مثال بزنم ویردینی های آقای بونوئل رو یا ایثار تارکوفسکی رو، سکانس ببینید سکانس های پایانی
عجیب و غریبی داشتن. حتی سکانس پایانی بادکنک سفید جعفر پناهی رو، سکانس پایانی عیسی رو خونه آتیش میگیره. بله بی‌نهایت. نمیدونم خیلی خیلی برای من سخت سکانسی رو الان بگم، یعنی الان 100 مورد هی اومد تو ذهنم. کلا هم گفتم اصلا نمیتونم، یعنی این توانایی رو ندارم یه چیز رو از توی چیزها انتخاب کنم. من بگم مال خودم یه سکانس فیلم اینک آخر زمان کاپولا هست که اینا میرن مهمون فرانسویا میشن. آره یه جمله‌ای میگه ما زبون شما رو یاد گرفتیم، ما کاوچ رو پیدا کردیم. واو. من اونو خیلی دوست دارم. ولی میتونم سکانس هایی رو بهتون بگم توی سری فیلم ها، مثلا فصل پایانی اردت آقای درایر رو حتما ببینید، اسپویل نشه، فقط بی‌نظیره. آره اون فصل خیلی رو من تاثیر گذاشت، با اینکه شاید خیلی جنبه عرفانی داشته باشه یا تو اون دوره خیلی رو من تاثیر گذاشت، الان شاید نذارد، ولی به هر حال سینما رو وقتی یک سینماگر خوب میسازه مثل مالهالند درایو و آقای دیوید لینچ، ببینید وقتی ببینید شما بین اینا چی رو میخوای انتخاب کنی؟ تو از هر کارگردان فکر کن مثلا چه چیزهایی رو میتونی، اون لحظه‌ای که تو پدرخوانده خانم دایان کیتون از آقای آلپاچینو میپرسه که تو که به من دروغ نمیگی ها؟ میگه اگه بگم باور میکنی؟ میگه آره. میگه نه دروغ نمیگم. یعنی چی؟ این 4 تا دیالوگ ویران میکنه، یعنی 2 تا آدم میدونن دارم هم دروغ میگم ولی قبول میپذیرن که صلح کنیم. با 4 تا دیالوگ یک صلح مصلحتی رو داره نشون میده. میگم انقدر سینما، یعنی من تو خیلی فیلم دیدم، خیلی برای من سخته، ببخشید نتونستم جواب خیلی سالم تست بگیرین. آره من انصراف میدم خودم، شما درست هستید. من آره ببینید ببینید اینی که الان نشستیم شاید مثلا خیلی نشه تست فیزیکال از شما بگیرم یا اینکه هر تکونی بخوریم میکروفون. آره الانم به هر حال اونقدر علاوه احساسی غنی نیست جمعمون که مثلا بهتون بگم الان به یه چیزی فکر کنید، تخیل کنید، چشاتون ببندید یا از این تستا بگیریم، ولی میشه تستای کلامی انجام داد. ما یه چیز داریم در بازیگری به اسم زبان ورزها یه سری جملات ریتمیکن که توش حروف مشترک داره که ما روی یک حرف در واقع یک مصوت خاص کار میکنیم. آره مثلا من اصلا نمیتونم. آره مثلا حالا شهرستانی‌ها ما بابلیا روی یه سری حروف مشکل داریم. آره یا مثلا حتی ک اینجوری میگیم داریم، تخم مرغیه. آره مثلا ما یه تمرین داریم به اسم لورل و هاردی لوله رول را له و لورده کردن. آره مثلا جلسات اول آریا در لورستان 9 لورند و هر لوری 9 نره لور چه نره لور هر نره لور 9 نره لور. آره ما یک مجموعه داریم به نام مجموعه افعال. این مجموعه افعال خوبه، حالا اگر خوبه اینو با هم دیگه تکرار کنیم. یکی از در واقع حالا به هر حال تو ادبیات خیلی مطرحه که یکی از ویژگی‌های زبان فارسی اینه که با افعال میتونیم جمله بسازیم و حرف بزنیم. یکی از نمونه‌هاش اینه. حالا من یه جمله‌شو براتون میگم، ادامه‌شو نمیگم چون ادامه‌ش خیلی طولانیه و شاید خستتون کنه، ولی این 5-6 تا فعل اگر بتونید کنار هم بچینیم و بگیم من فکر میکنم که خیلی جذاب باشه. شما بگید داشتم میرفتم برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم. آرومتر میگم. داشتم میرفتم برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم. داشتم میرفتم بگیرم آفرین آن درست میگی. بخرم بیارم بخورم بخوابم. آره خوب 5-6 درست گفتی. آره خیلی خوبه. بازیگری نیاز به یک حافظه ذهنی قوی میخواد. ما با هنرجوامون خیلی کار میکنیم حفظ کردنشو قوی بشه، اینم خیلی مهم. آره میگه داشتم میرفتم برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم، اومدم دیدم رفت گرفت نشست، گفتم بذار برم بپرسم ببینم میاد نمیاد، دیدم میگه نمیخوام بیام، گفت میخوام برم بخرم بیارم بخورم بگیرم بخوابم، گفتم بذار برم بخرم بیارم بخورم بگیرم
بخوابم. من همینجا به نظر متوجه شدم اون معدن رو درست میگم. من خودم تو معدن کار کنم. من برای ثبت نام در کلاس‌های شما باید از کجا شروع کنم عزیزم؟ نه اینا جز ساده هاشه. اصلا میگم دیگه همینجا متوجه شدم 2% ساده شه. تو اوج میخواد خدا بزنه. همینجا خدا بزنه. ولی به هر حال بازیگر جذابیتی داره، شیرینه، احساسات خوبی به انسان منتقل میشه، حال خوبی به انسان دست میده در طی زیست و زندگیش و فکر میکنم هر کسی که بازیگری تجربه کرده مثل یک موزیسین با موسیقیش یک شانس بزرگ تو زندگیش داشته. از اونجایی که ما از همه مهمانامون میخوایم که یه فیلم، یه کتاب و یه قطعه موسیقی معرفی بکنن، شما هم که دیگه استادین و فیلمی که میگین و حتما ما باید بریم ببینیم. امیدوارم ندیده باشیم. آره. خب بذاریم بهتون بگم از وودی آلن انتخاب کنیم. چطوره؟ محسن جان دوست دارم. آره من 2 فیلم از وودی آلن معرفی میکنم، آنی هالش رو ببینید و آلیسش رو. آره 2 فیلم رو معرفی میکنم ببینید به نظر من. ولی اگر اجازه داشتم فیلم های بیشتری رو معرفی کنم. آره حتما شما بیشتر معرفی کنید. از درایر من اوردت رو معرفی میکنم، از تارکوفسکی نوستالژیاش رو انتخاب میکنم و عرضم به حضورتون که از آقای برگمان هم توت فرنگی وحشی. یه فیلم هالیوودی هم میگی؟ هالیوودی آره هالیوودی بذاری کارگردانه. خب بذارید سراغ کارگردانه جوان‌تر بریم دیگه. حتما. ممنتو رو دیدید؟ بله نولان. آره خب نولان خوبه، بعد مارک فورستر خوبه، استی رو نمیدونم دیدید یا نه، جز فیلم های خوبشه. و اینکه بازیگر مورد علاقتون کیه؟ سوالا زیاد شد. ببینید بازیگر خوب زیادن دیگه، ولی اگر به من بگن مثال بزن در زمینه بازیگری که خیلی هم معروف باشه و همه بشناسن، من آیه دی لوئیس رو معرفی میکنم. دنیل دی لوئیس به هر حال بازیگریه که خیلی دقت داره تو کار و حرفش و اصلا وارد بازی‌های تجاری هم نشده و همیشه با انتخاب کار کرده و همیشه هم برای کاراش زحمت زیادی کشیده. و نکنید این کارو دیگه اصلا. نه اصلا حالا بدترین فیلمی که دیدین چی بود؟ خیلی جالب بود باشه. ایرانی یا خارجی؟ فرق نمی‌کنه. من گفتی من چرا اینو دیدم اصلا؟ چی شد که من 80% مواقع فیلم میبینم اینطوری میشم، چرا این وقت رو گذاشتم دیدم. بدترین فیلم خیلی الان پیش اومده، مثلا همین فیلم آرگو مثلا جز فیلمایی بود که خیلی مزخرف بود، تاریخی نبود، توف به تاریخ، مزخرف محض بود. آره یه سری از این جنس فیلم‌ها که خیلی پروپاگانداست دیگه. من به هر حال دنبال فیلم‌های پروپاگاندا نمیرم چون خیلی تبلیغات سیاسی دیگه. از این فیلم‌ها هالیوود زیاد میسازه ولی خب در کنارش فیلم‌ها خوبم میسازه. خیلی اون فیلم‌ها رو دنبال نمی‌کنم راستش بخواد. آره نمی‌دونم. کتاب و قطعه موسیقی نگفتی؟ آره قطعه موسیقی خب شاید خیلی کلیشه‌ای باشه ولی من آداجیوی آلبینونی رو خیلی دوست دارم. آره خیلی. و الحمرا رو نگفتم به خاطر اینکه الان شما پیشم نشستی. یه وقتی داستانی الحمرا تو این پادکستتون بذارید. کتاب هم خیلی سخته. من داستویفسکی، تولستوی و ایبسن چه میدونم چخوف واو نمیشه اصلا. ولی بذارید خیلی خرق عادت هم نکنیم و بریم سراغ بهترین شاید رمانی که در طول تاریخ به نظرم نوشته شد، برادران کارامازوف. همه میگن منم میگم دیگه. منو افرا دوباره میخونیم تازه با هم. آره تموم کردی افرا؟
من جلد اولش آخرشم اونجا بود در دورنجش حس میکنی؟ آره خیلی دارکه. حتی جنایت و مکافات هم خیلی عالیه میدونی، چه قصه منتر هم هست، ولی بخاطر اینکه اینقدر سریالا ببین یه بهتون بگم اقتباسات سینمایی اساساً از کارهای ادبی چیز خوبی از در نمیاد، به خصوص کاری که شاهکارهای ادبی هستن. آره مثل کار چارلز دیکنز، مثل کار ویکتور هوگو، مثل کار مثلا واقعا هنوز ورژن خوبی از بی‌نوایان ساخته نشد به نظر من، چون کسی که بی‌نوایان میخونه تازه میفهمه این چرت و پرتایی که دیده اصلا همش اقتباس‌های خیلی فشرده‌ایه. بی‌نوایان یک رمان پر از بیانیه و آره اصلا نمیشه به تصویر کشید اون حجم و اصلا ادبیات رو بذاریم کنار، ادبی برخورد کنیم. و خیلی‌ها میگن خب من فیلمش دیدم دیگه چرا کتابش بخونم، واقعا این غلط محض. اصلا کتاب یه چیز دیگه، ادبیات. واو مرسی کامبیز جان، مرسی که اومدی. درود بر شما، مرسی از شما. قربونت برم. اصلا زمان بود، اصلا زمان رو حس نکردیم کنارت و امیدوارم که همین کاری که داری میکنی رو ادامه بدی، ما هم بیایم بشینیم تئاتر نگاه کنیم و الانم میدونم که یه تئاتری داری اجرا میکنی زیبا وزش که فکر میکنم چند هفته دیگه هم مونده که از این اجرا. اون کار ابریشمیات هم من دیدم اینجا، دلم نیومد که راجبش صحبت نکنم، واقعا یکی از بهترین تئاترایی بود که رفتم تو اون فضای کوچیک، اون همه بازیگر و من رو دوباره به تئاتر وصل کردی واقعا. بعد از ابریشمی ها من همش دوست دارم برم سالن، باعث خوشحالی منه و میخواستم اینجا ازت تشکر کنم به عنوان کسی که حالا با هم این سالها رشته فنی خوندیم، از اون سالها 20 سالگی شاید با هم دوستیم. من به عنوان یک بابولی میخوام بگم که حالا مازندرانی میخوام بگم که تو تأثیر تو واقعا توی تئاتر مازندران گذاشتی و خیلی ازت بابت این من به شخصه ازت تشکر میکنم. ممنونم ازت، خیلی متشکرم از شما استاد عزیز من. به هر حال شما دیگه نیاز به تعریفم نداری، اینقدر که موسیقی کلاسیک به خصوص در زمینه گیتار رو شما بلدی، فنش رو بلدی و اینقدر هنرمندان این کار انجام میدی و میدونم چه ساعت‌ها که تو تمرین کردی و چقدر استادانه این کار رو دنبال کردی و دوستان خیلی خوبم که امروز باشون آشنا شدم. خیلی دمتون گرم، جمع خیلی خوبی بود. همش فکر می‌کردم استرس بگیرم قلبم دهنم بزنه بیرون، ولی واقعا جمعتون خودمونی و خوبه که من مرسی که ورجام گل کرد و زیاد حرف زدم. دم همتون گرم، ان شاءالله که کار بعدیتونم همینطور به هر حال یه آدم ورایش‌تر از من خیلی استفاده کردم. قربونت برم عزیزم، فدای شما. مرسی.